سلام دوستان، خوش اومدی به ویدیوی جدید از چنل درآمد آنلاین. اگه تو این چنل ما جدید هستین لطفا سابسکرایب کنین و گزینه رو حالت آل یا علم بذارین که هر موقع ما ویدیو میذاریم برای شما نوتیفیکیشنش بیاد و ویدیوهای ما رو ببینیم. خب امروز یه ایده یوتیوبی براتون آوردم که با درست کردن این فیلمایی که واسهتون میگم که واقعا درآمد خیلی زیادی داشت از این سبک از ویدیوها. خب بریم سراغ اون چنلی که ما میگیم از روش کپی برداری کنین، نه فیلماشو، همین بیا این فیلما رو ببینین و برین با برنامه پاور دایرکتوری یا برنامه‌هایی که ادیت میکنن این فیلم‌ها رو ادیت کنیم. میاد چیکار میکنه این چنل فقط و فقط میاد از تو اینترنت سرچ میکنه، مثلا سرچ میکنه آیفون 14. خب یه دونه آیفون 14 خب میاد مثلا عکس پشت، عکس رو، از همه عکساشو میاره و بعد میبره تو کاینر مستر یا همون پاور دایرکتوری تو گوشی بهتره. حالا تو کامپیوتر یکم تخصصی تره، اگه بتونین تو کامپیوتر که بهتره. خب میاد این کارو میکنه، میذاره کنار هم. من که نمیتونم این فیلم‌ها رو واسه شما بیارم بالا شما مثلا ببینی، چون کپی رایت میخورم خودم. همینطور اینجوری میاد بالا. بعد مثلا در این قسمت ها میاد مثلا مینویسه که این رمش چیه، حافظه‌اش چیه، با اپل چه فرقی داره، چه چیزیه، دربارش خلاصه توضیح میده. بعد میاد قسمت دوربین، میاد قسمت صفحه نمایش گوشی، عکساشو که از تو اینترنت برمی‌داره. فقط با گذاشتن عکس‌ها پیش هم اینا میاد گوشی‌ها رو مقایسه میکنه و گشتن تو اینترنت که مثلا دربارش چی هست تو فضای مجازی، مثلا تو وبسایت ها میگرده که این رمشیه، فلانشیه، بهمانشیه. خوب وقتی که اونا رو پیدا میکنه میاره تو برنامه ادیت و ادیتشون میکنه. برآمد این چنل هم اینجا تو سوشال بلید میایم ببینیم واسمون زده که $2000 مثلا زیادش درآمد داشته، ولی چون این سوشال بلید نمیتونه موضوع رو تخمین بزنه واسه ما، حداقل این $5,000-6,000 این $2000 درآمد یعنی کمش $6,000 و درآمد کلی که داشته کم $60,000 تا الان درآمد داشته. چون اینجا یکم اون دقیق حساب نمیکنه، مثلا واسه هر 1000 بازی چقدر پول میده یوتیوب. خب بیایم مثلا تو خود همین یوتیوب هم میایم اینجا ببینین. اینجا مثلا واقعا سابسکرایبر و ویوهای خوبی دارن. اینجا ببینید مردم میان اینا رو ببینن. اینا که یه دونه گوشی میارن، ببینین اصلا ویوی نخوردن اینایی که گوشی میارن. حالا جز مثلا آدمای معروفی که تو این حوزه هستن، اونا دیگه فرق میکنن. ما کار به اونا نداریم، ما فقط کار به این حالت درآمدزایی داریم. بیایم پیدا بکنیم. خیلی از تو این زمینه که فعالن. اینمون این چنل رو میبینیم، بررسیش بکنیم. از سال 2021 چنلش رو گذاشته، الان 2000 تا سابسکرایب داره، 107 تا ویدیو گذاشته. کلاً اگه بیایم ببینیم ویوهای اولش یکم پایین بوده، حالا ویوهای جدیدش خیلی بهتر شده و تایتل و این چیزاش یکم بده به نظر من. اون خیلی شلوغه، بیننده که نمیاد این همه رو با هم مقایسه کنه. بیننده 2 تا یا 3 تا از 3 تا برن، نه همش از یه برن. خب همش از یه برند کسی نمیاد ببینه واسه مقایسه کردن. مثلا 2 تا مثلا سامسونگ S23 با آیفون 14، اینا مثلا با هم اوکیه. این شامل. خب ببینین اینجا اومده یه دونه شیائومی با یه دونه گلکسی S23 و یه دونه آیفون 14 پرو مکس مقایسه کرده. خب بهتون گفتم که تایتل و این چیزا خیلی تاثیر داره. خب حالا اون اومده بود اون همه گوشی رو با هم مقایسه کرده بود، کسی کمتر میدیدش. حالا اینو ببینیم با 140 تا 74 کا سابسکرایب داره و
اینو ببریم تو سوشال بلید ببینیم درآمد این چطوریه، چقدره. بله اومد بانه. ببینیم که اینجا گفته کمش این عدد رو اصلا ول کنی، این $173 رو. این عدد هم تو آی پی ام این چنل ها خیلی بالاست، اما قسمت درآمدزاییش فکر کنم واسه هزار تا بازدید $7-8 بده. این الان 693 کاب، یعنی 693,000 تا بازدید گرفته. وایسیم بریم حساب بکنیم. اینجا ماشین حساب. خب 693 ما درون میزنیم، 293 ضرب در 8 بزنیم چه 5,400 راوندش کنیم 5,600 درآمد یک ماه این چنله. خب هر 1000 تاش الان دلار 50,000 تومان. آقا 49 تومان دلار 49 تومان رو حساب کنین. هر 2000 تاش تو بگو 100 میلیون، 250 میلیون تومان فقط با آوردن چند تا عکس از تو اینترنت، عکس گوشی از تو اینترنت رو باید توضیح دادن. نکته این ویدیو اینه که باید فقط به زبان انگلیسی بذاریم، چون واقعا زبان ایران اینطور ویدیوهایی توش رشدی نداره. اگه تو چنل ما جدید هستین لطفا سابسکرایب کنین. اینجا یه پلیلیست داریم، پلیلیست کسب درآمد از سایت های ابری، اینو ببینید. اگه خواستین سابسکرایب کنین. دیگه داریم یه پلیلیست دیگه میذاریم، پلیلیست در مورد ایده های درآمدی تو یوتیوب. مرسی از این که تا اینجا این ویدیو با ما بودین. تا ویدیو دیگر و ایده های جدیدی برای کانال گذاشتن تو حوزه انگلیسی یوتیوب و فارسی یوتیوب. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.